میدونستید که دانمارک یکی از شادترین کشورهای دنیاست؟ امروز میخوایم درباره دانمارک صحبت کنیم که کشوری با تاریخ غنی، طبیعت زیبا و فرهنگی بسیار جالبه. از کوپنهاگ تا آورهوز همه چیز در این ویدیو رو خواهیم گفت. دانمارک در شمال اروپا واقع شده و بخشی از کشورهای اسکاندیناویه. این کشور به خاطر جزایر زیبا، سواحل دیدنی و مردم مهربانش مشهوره. شاید ندونید ولی دانمارک یکی از بهترین سیستم‌های اجتماعی رو داره و این موضوع باعث شده که مردمش بسیار شاد و راضی باشن. بریم سراغ جاذبه‌های گردشگری. اولیش کوپنهاگه که پایتخت دانمارکه. این شهر با کانال‌های زیبا، ساختمان‌های رنگی و جاذبه‌های فراوونش حتما شما را شگفت زده می‌کنه. از نیهاون معروف بگیر تا قصر امالی نومبورگ، هر گوشش داستانی برای گفتن داره. بعدی آورهوسه، دومین شهر بزرگ دانمارکه. این شهر ترکیبی از هنر، فرهنگ و تاریخه. به موزه هنر مدرن آروس سر بزنید و از فضای هنری زیبای آن لذت ببرید. دانمارک از بیش از 400 جزیره تشکیل شده. جزیره فن و زیلند از محبوب ترین هاست. این جزایر زیبایی های طبیعی فوق‌العاده‌ای داره و برای تفریح و گردش عالیان. حالا بریم سراغ قلعه ها. دانمارک به خاطر قلعه هایش معروف است. قلعه کورنبورگ، محل الهامگیری شکسپیر برای هاملت، یکی از بهترین هاست. دیدن این قلعه با تاریخ غنیش تجربه فراموش نشدنیه. حالا بیایید کمی درباره مردم دانمارک صحبت کنیم. دانمارکی ها به عنوان مردمی صمیمی و مهمان نواز شناخته شدند. آنها به دوستی، احترام به طبیعت زندگی ساده اهمیت میدن. یکی از جالبترین سنت‌های اونها هیگگه است. حالتی از آرامش و خوشحالی که در کنار خانواده و دوستان تجربه میشه. امیدوارم از این سفر کوتاه به دانمارک لذت برده باشید. اگه به دانمارک سفر کردید حتما از این جاذبه ها دیدن کنید. اگه دوست دارید ویدیوهای بعدی ما رو ببینید کانال رو ساب کنید و دکمه زنگوله رو فشار دهید.